اگر یک روز این ماه مبارک بغیر از عذر شرعی میخورد، اگر تمام حیاتش روزه دارد، ثواب همون یک روزی که تناول کرد دیگر ثواب او را درک نمی کند. بنابر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لکل شیء زکات و زکات الجسد الصوم. پیامبر فرمودند هر چیز به خود زکات دارد. ببین مال به خود زکات دارد، زراعت به خود زکات دارد، حتی چارپاها به خود زکات دارند که بعد از دادن زکات مال شما پاکیزه می شود. لکل شیء زکات. پیامبر گفتند هر چیز به خود زکات دارد و زکات الجسد الصوم. اما زکات بدنهای شما پیامبر گفتند این روزه است. چگونه ای که زکات مال شما را پاکیزه می سازد، پس روزه داشتن این ماه مبارک جسدهای شما را پاکیزه می سازد. لکل شیء زکات و زکات الجسد الصوم. حتی رسول اکرم در یک روایت فرمودند الصوم جنة. روزه داشتن این ماه مبارک گفتن این سپر است. چگونه سپر است؟ روزه داشتن این ماه مبارک سپر است که روزه‌دارها را در دنیا از گناه کردن نگه می دارد و در قیامت از آتش دوزخ. پس روزه‌داری که در این ماه مبارک این روزه اگر او را از گناه نگه نداشت، پس معلوم می شود که روزه او روزه کامل نیست. زیرا که رسول اکرم گفتند الصوم جنة. روزه داشتن این ماه مبارک سپر است. سپری هست که صاحبش در دنیا از گناه کردن نگه می دارد و در قیامت از آتش دوزخ نگه می دارد. بنابر روزه‌داری که در این ماه مبارک معصیت و گناه می کند، معلوم می شود که روزه او روزه کامل نیست، روزه او روزه مقبول نیست. بنابر حضرت مولانا می فرماید هر عضو را به یقین دان که روزه است. این ماهی است که باید هر یک عضو انسان روزه دار باشد. هر عضو را به یقین دان که روزه است. در این ماه باید زبانها روزه دار باشند، چشمها روزه دار باشند، حتی اعضاهای انسان در این ماه مبارک باید روزه دار باشند. هر عضو را به یقین دان که روزه است تا روزه تو روزه شود نزد کردگار. اگر میخواهی که روزه تو در پیشگاه خدا روزه باشد، اگر تو در نزد ما روزه دار باشی اما در پیشگاه خدا روزه تو قیمت نداشته باشد، پس این هم شرمندگی است. بنابر حضرت مولانا میگوید هر عضو را به یقین دان که روزه است. هر عضو انسان در این ماه باید روزه دار باشد. در این ماه باید زبانها روزه دار باشد، چشمها روزه دار باشد، همه اعضاهای سالم روزه دار باشد تا که روزه ما و شما در پیشگاه خدا صاحب عزت باشد، تا که روزه ما در پیشگاه خدا قدر و منزلت داشته باشد. هر عضو را به یقین دان که روزه است تا روزه تو روزه شود نزد کردگار. بنابر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة ان یدع طعامه و شرابه. کسی که در این ماه مبارک اگر زبانش از دروغ نگه نمی دارد، اعضاهاش از انجام دادن گناه نگه نمی دارد، پس پیامبر بزرگوار گفتند خداوند در تشنگی و گرسنگی او حاجت ندارد. روزدار باید در این ماه همه وجود او روزدار باشد. بنابر رسول اکرم فرمودند رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش. گفتم بسیاری از روزدارهایی هست در دنیا که بغیر از تشنگی و گرسنگی دیگر برای اونها چیزی نمیرسد. در دنیا تشنه و گرسنه می نشینند اما روزه اونها در پیشگاه خدا قدر و منزلت ندارد. بنابر حضرت همین فرمودند که هر عضو را به یقین دان که روزه است تا روزه تو روزه شود نزد کردگار. اگر انسان میخواهد که روزه او در پیشگاه خدا روزه باشد، پس باید او این ماه به پاکی روزه دارد. بنابر ما و شما باید دانیم که روزه این خود وسیله است، نماز این وسیله است، ذکر حتی این وسیله است. خداوند در قرآن بیان میکند استعیذ بالله لعلکم تتقون.
شما در این ماه مبارک روزه دارید تا که به وسیله این ماه مبارک صاحب تقوا شوید، تا به واسطه این ماه مبارک شما لباس تقوا را در بدن پوشید. پس روزه‌داری که این ماه مبارک او را به تقوا نمی‌رساند، او را صاحب تقوا نمی‌کند، پس او به مقصد اصلی نرسید. روزه این وسیله هست که در این ماه مبارک به این واسطه این ماه باید انسان خودش صاحب تقوا کند، در این ماه خودش لباس تقوا را پوشد که در 11 ماه دیگر او را از گناه کردن نگه دارد. حتی نماز هم وسیله است. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز وسیله هست که انسان به واسطه نماز خودش از فحشا و منکر نگه می‌دارد، دیگر کارهای بد اخلاقی انجام نمی‌دهد، کارهای ضد شرعی انجام نمی‌دهد. پس نمازگزاری که نماز او را از فحشا و منکر نگه نداشت، معلوم می‌شود که نماز او هم نماز کامل نیست. نماز وسیله‌ای هست که انسان می‌تواند که از فحشا و منکر نگه دارد. حتی ذکر هم علما میگویند وسیله است. خداوند در قرآن می‌فرماید الا بذکر الله تطمئن القلوب. ذکر پروردگار عبادتی هست که در روح شما، در قلب شما، در جسم شما آرامی را میبخشد. پس ذکر که اهل ذکر است، صاحب ذکر است، اگر به وسیله ذکر آرامش قلب در روح خود، در جسم خود، در قلب خود اگر تأثیر نیافت، معلوم می شود که ذکر او هم ذکر زبانی است، ذکر قلبی نیست. تا زمانی که ذکر آرامش در قلب شما، در روح شما، در جسم شما اگر آرامش پیدا نشود، معلوم می شود که ذکر شما را به مقصد اصلی نرسانید. بنابر روزه هم وسیله هست که به واسطه این ماه انسان می تواند که به مقصد اصلی رسید، و مقصد از روزه داشتن این است که لعلکم تتقون. به واسطه این ماه مبارک شما لباس تقوا را پوشید، شما تقویت تقوا را در بدن قوی کنید تا که در دیگر ماها شما خودتان از گناه کردن نگه دارید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.